بعد از 10 ساعت مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان، جانبها مذاکرات کردند. دفتر مطبوعات حکومت سوخت پس از ظهر 16 سپتامبر در خبرنامه گفت مذاکرات در دیدبانگاه گمرکی روات در سرحد تاجیکستان و ازبکستان جریان گرفت. و گفته منبع، هیئت تاجیکستان را سعید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی و هیئت قرقیزستان را رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور قمچی بکتاشیف راهبری می‌کنند. در مذاکرات دو کشور، وزیران کارهای داخلی و رئیسان ولایت سوخت تاجیکستان و بادکند قرقیزستان نیز شرکت داشتند. درباره جزئیات مذاکرات چیزی گفته نشده است. در خبر رسمی حکومت سوخت تنها آمده است ضمن گفت و شنید جانبها به ضرورت اعلان آتش بس اظهار نظر نمودند. جانبها به موافقه رسیدند که آتش بس اعلان کرده شود، اما معلوم نیست آتش بس کی اعلان می شود. مناقشه نو در مرز تاجیکستان و قرقیزستان صبح 16 سپتامبر آغاز شد. هر دو کشور همدیگر را سببگار جنجال می‌دانند. تاجیکستان درباره زخمیان و یا کشته شده ها آماری نداده است. جانب قرقیزستان میگوید در جریان درگیری بیش از 40 نفر زخمی شدند. از این پیش 14 سپتامبر در مرز تاجیکستان با قرقیزستان چند ساعت تیرپرانی رخ داد. در این حادثه از طرف تاجیکستان 2 مرزبان کشته و 11 نفر مجروح شد. قرقیزستان از زخمی شدن 2 سرحدبان و 3 نفر ملکی خبر داده است. هر دو طرف یکدیگر را در سر زدن این مناقشه عیبدار کردند. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز مشترک دارند که بخشی از آن معین و نشانگذاری نشده است. میان ساکنان منطقه‌های مرزی هر چند وقت بر سر زمین و چراگاه و آب جنجال سر می‌زند.